در رابطه با سوال سوم شما برادر ارجمند در رابطه با گرفتن آفتاب و مهتاب، آفتاب گرفتگی یا مهتاب گرفتگی پرسان کردید. در رابطه حدیث صحیح داریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله، آفتاب و مهتاب دو علامه قدرت الله سبحانه و تعالی هستند. یخوف الله بهما عباده، الله عز و جل توسط این دو آیات یا توسط این دو قدرت های خود بنده ها را می ترساند. زیرا در قرآن الله عز و جل فرموده و ما نرسل بالآیات الا تخویفا، روان نمی کند آیات را مگر برای تخویف، برای ترساندن بنده ها که بنده ها را متوجه کردارشان بسازه و به خاطر اینکه آنها اصلاح شوند. در رابطه دوست گرامی علتش می شد که به خاطر یک انذار خبر دادن یا به خاطر تخویف، به خاطر ترساندن بنده ها هست. و چی کار باید شود در این وقت؟ در احادیث آمده رسول الله علیه السلام فرموده فصلوا، نماز بخوانید، حتی یفرج الله عنکم، تا اینکه الله عز و جل مشکل را آسان بسازه. حتی میگه کنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقه، میگه اسماء بنت ابی بکر میگه ما را رسول صلی الله علیه و سلم دستور میداد که در وقت آفتاب گرفتگی یا مهتاب گرفتگی عتق بکنید، یعنی غلاما را آزاد کنید تا اینکه الله سبحانه و تعالی مشکل شما را آسان بسازه. و همچنان در روایت دیگر رسول الله علیه السلام میگه فافزعوا الی ذکر الله و دعائه، شما به ذکر الله عز و جل و دعا رجوع بکنید، عاجل خدا فافزعوا، به ترس و لرز به دعا مصروف شوید. و همچنان رسول الله علیه السلام فرمودند اذا رأیتم ذلك فصلوا، نماز بخوانید و دعوا، دعا بکنید، حتی یکشف ما بكم، تا اینکه مشکل شما از شما دور شود. و در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم کسوف واقع شد. کسوف یعنی آفتاب گرفتگی. و امون روزی که ابراهیم پسر رسول الله علیه و سلم وفات کرده بود، امون روزی کار واقع شد. مردم گفتند که ان الشمس انکسفت لموت ابراهیم، گفتن آفتاب به خاطر مرگ ابراهیم پسر رسول الله علیه السلام آفتاب گرفته شده. رسول الله علیه السلام فرمودند که ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته، آفتاب و مهتاب به خاطر مرگ کس یا به خاطر زندگی کس گرفته نمیشه، نه آفتاب نه مهتاب. فاذا رأیتم، وقتی که دیدید که آفتاب گرفته شده، فصلوا ودعوا الله، شما نماز بخوانید و از الله عز و جل دعا طلب بکنید، نماز بخوانید و دعا بکنید. و همچنان در امیر روایت را عبدالله بن عباس که روایت کرده میگه خسفت الشمس، که در این سوال دوم شما جواب میشه که خسوف و کسوف. بعضی ها گفته که خسوف برای شمس یعنی برای آفتاب و کسوف برای مهتاب، بعضی ها بالعکس گفته، لکن سخن راجع نیست که اردوش استعمال میشه، اشکال نداره. خسوف و کسوف یکیش به جای دیگه استعمال میشه، خسوف و کسوف هر دوش لفظ حدیث است که در صحیح بخاری کسفت الشمس آمده، خسفت الشمس، هر دو الفاظ آمده. خب ابن عباس میگه که رسول صلی الله علیه و سلم در مدینه بود که آفتاب گرفته شد، نبی علیه السلام فرمود که بیاید نماز بخوانید و با نبی علیه السلام جماعت کردن و 2 رکعت نماز خواندن که در هر 2 رکعتش 2 رکوع هست، در هر رکعتش و 2 قیام و 2 قرائت. در هر رکوعش مثلا در هر رکعتش نماز میخوانی، قرائت که خلاص رکوع میکنی، باز از رکوع بلند میشی، باز قرائت شروع میکنی، باز رکوع میکنی، باز به سجده میری، یعنی 2 رکوع و 2 قیام 2 قرائت در هر رکعتش هست که مجموعاً 8 سجده شد، 4 قیام و 4 قرائت و 4 رکوع. این نماز کسوف است. بارک الله فیک.